اولادای بیکیفیت. من از صبح تا شام کار کرده جانم برآمده، شما 2 تا اولاد بیکیفیت اینجا شیشته باشین و یکدم جنگ کنین یکدم یاسچه دیوانه، تو باز کالای مرا پوشیدی، تو را نگفتم نپوشیده که خودت دیگه لباس نداری. خب کدم پوشیدم تو چی کالای مهه و تو نداره میپوشم. یک چشمت بخنده یکی گریه کنه. انالی باشه که مادر ست خبر کنم. او دیوانه، به خدا چپل خوده کشیدم ایت مای بسد نمیمانم که مادر فلفل سرخ آتش است آتش دیوانم کده. او زردم بک شلیته. بخیزین و اولادای بیکیفیتی نه، ما باید چپلی خود کشیده چپل قاری کنم هر دویتانه. بخیزین دخترای تنبل جنگره جنگ نکنین، ایقا کلان دخترا شدین، شرم کنین یک ذره. آخ ماما بیکیفیت ها بخیزین ظرفای تانه بشورین، دل مره خون کردین بلا وضع تنی تانه. ببخشید مادر، ما یاد من رو الان میریم میشوریم قول میدیم. زود باشین یک دقیقه معطل نکنین. آیا شما هم از این بیکیفیت ها دارین یا خودتان هستین؟ چرا اینقدر بیکیفیت هستین؟ این دیگه خیلی زیاده.